سلام و درود فراوان، میلاد MG گیم هستم. امروز من با یک ویدیو دیگه از کلش آف کلنز داخل این ویدیو از کلش آف کلنز قراره که بریم سراغ چی. خب یه اتک جدید دیگه من آوردم برای آموزش این دفعه و داخل تاون هال 13-12 استفاده نمیشه دیگه، چون که دراگون رایدر داخل تاون هال 13 میاد. و ببینید داخل این اتک من کلی گشتم تا تونستم این ترکیب رو درست کنم و این بهترین گزینه برای تاون هال 13 هستش. برای تاون هال 14 میشه استفاده کرد، چون که یه جوری همون تاون هال 13 ارتقا یافته، ولی برای تاون هال 15 فکر نکنم بشه استفاده کردش. خب قبل از هر چیزی بزن بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش دکمه سابسکرایب با حتما بزن، زگولش هم روی حالت آل بذار که هر ویدیویی میذارم یوتیوب بهت بگه که من ویدیو گذاشتم. یا اولین نفری باشه که ویدیو رو میبینی، آپارات هم همین کارو بکن، لایک رو بزن، یه کامنت هم بذار، بزن بریم. خب بزن کنیم این اتک رو. ما بعد اول کوین رو بندازیم با ابیلیتی تیر قولاسته تا بتونه 2 تا از این دفاع هوایی ها رو بزنه که حالا یکیشون رو زد و باید 2 تیکه کنه مپ رو، یعنی 2 طرفه کنه، به 2 تا تیکه تقسیمش کنه که ما بتونیم از یک طرف اتک بزنیم و دراگون هامون پخش نشه. و بذارید بهتون ترکیب رو هم بگم که چیه. 2 تا هیلر، 6 تا دراگون، 4 تا دراگون رایدر و 6 تا هم بالون. برای تلسماتون هم میتونید از 6 تا تلسم رد، 2 تا ریج، 1 دونه هم فریز استفاده بکنید. الان کوین 30% مپ رو زد و ما میریم سراغ انداختن نیروهای اصلی. خب بالونا رو میفرستم، بالون ماشین محاصره هم میفرستم، 4 تا دراگون رایدر و دراگون ها و بقیه نیروها رو هم به همین ترتیب میفرستم. ابیلیتی های واردن و کینگ و کوین هم مهم نیست چی بذارید. خب از تلسم فریز برای متوقف کردن دفاعی استفاده میکنیم، 1 دونه ریج هم میفرستیم تا نیروهامون بتونن به راحتی وارد مپ بشن. وارد شدن به مپ مهمترین و کلیدی ترین نکته ای هستش که من میتونم به شما بگم. و اگر داخل هیچ اتکی نیروهاتون وارد مپ نشن، اصلا اون مپ حتی 2 ستاره هم نمیشه. خب من اینجا میذارم رولت سرعت و سریع که آخرای اتکه و مهم نیست. بزن بریم سراغ یک اتک دیگه که من داخل وار زدم. 2 تا اتک بود ولی یکی از اون اتک ها رو گذاشتم که با همین ترکیب همین اتک رو زدم. میتونید الان مشاهده کنید. خب این مپ بهترین مپ برای دراگون هستش و راحت میشه بهش اتک خوب زد. ببینید مربعی شکله. 2 تا از دفاعی ها با کوینش رو نابود میکنم با کوینم و 2 تا هیلر رو میندازم. این کوین شارژ یه جورایی با تلسم رد میزنم، اون دفاع هوایی ها رو میزنم. یه دراگون هم برای کمک به کوین میفرستیم دیگه. حالا یه طرف مپ رو میتونه حداقل جمع بکنه، پاک سازی کنه. خب این اینفرنو خیلی داشت کوین رو اذیت میکرد و یه دونه فریز انداختم روش. میتونید استفاده کنید. میتونید حتی اگه کوین داشت با هیلرها داشتن کمی آوردن، میتونید از ریج استفاده کنید که هم جون کوین زیاد بشه هم بتونه بهتر پاک سازی کنه. مجاز هستید که استفاده کنید، اتک خراب نمیشه. و دیگه از تاون هال 13 به بعد مؤثرترین نقش رو هیروهاتون دارن، نه نیروها. ناکوین الان من فقط با کوین تونستم 30% مپ رو نابود کنم. اینجا نیروها رو میفرستم، 1 ریج همون وسط میفرستم تا بتونن راحت وارد بشن. از اسپلای فریز هم برای اینفرنو ها میتونید استفاده کنید، اینفرنو های تکی مخصوصا، تا از ما جلوگیری بشه برای ایکسبو ها و شلوغ انداز یا همون اسکتر شات. برای تاون ها رو عقاب هم میتونید استفاده کنید که راحت تر نیروتون پیش بره. حالا من دیگه
از ابیلیتی ها خیلی استفاده نکردم و همه هیروهام هم زنده موندن و راحت اتک 3 ستاره شد. به همین راحتی. فقط یه نکته بگم، سعی کنید نیروهاتون رو خیلی زود با هیروهاتون مکس کنید و خدا نگهدار.